دلدار مقصودشویف سردار فرودگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان هنگام بالا شدن چرخبال پرزیدنت تاجیکستان از دهه یخچیسار ناحیه درواز از وزش باد به سنگ برخورده سخت مجروح شد و در راه به سوی بیمارستان جان داد. یک منبع در ریاست امور داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان هلاکت مقصودشویف را تصدیق کرد و گفت این یک تصادف بود. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 13 سپتامبر در دهه یخچیسار ناحیه درواز قرار داشت. منبع در ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت حادثه ظهر چهارشنبه رخ داد و حالا جسد دلدار مقصودشویف به خاروق انتقال یافته است. انتظار می رود که فردا مراسم دفن این مرد برگزار می شود. یک منبع دیگر در حکومت درواز گفت سردار فرودگاه روی قالین قرار داشت که به پیشواز پرزیدنت گسترده بودند. هنگام پرواز چرخبال باد قالین را به سر سردار فرودگاه زد و او با قالین افتاد. سرش به سنگ برخورد و سخت مجروح شد، گفت مصاحب ما. به قول همصحبت رادیوی آزادی مقصودشویف را فوری به بیمارستان مرکزی ناحیه درواز انتقال دادند ولی او در راه درگذشت. روز 13 سپتامبر امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به ناحیه شوراباد ولایت ختلان و ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان سفری کاری داشت. او در یخچیسار ناحیه درواز منزل‌هایی را که برای ساکنان آسیب دیده از سیل بنیاد شده بودند افتتاح کرد و با مردم صحبت آراست. بر اثر بارشات زیاد و آمدن سیل از سمت افغانستان در روزهای 8 و 9 ایول سال روان مجرای دریای پنج در حدود روستاهای خاستو و شیرگاود ناحیه درواز بسته شده در هر دو دهه بیش از 20 منزل و تقریباً 1 کیلومتر راه زیر آب مانده بود.